بالله میگه انا وجبت له الشفاعة يوم القيامة. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که هر وقتی که معزین الله اکبر میگه یک نفری شما را تکرار کنه الله اکبر ولی ما عادت داریم معزین الله اکبر میگه ما میگیم جل جلاله. گپی معزین تکرار کردن در کار. اول بگو الله اکبر اگر وقت شید بگو جل جلاله. معزین وقت میگه اشهد ان لا اله الا الله بگو اشهد ان لا اله الا الله. معزین گفت اشهد ان محمد رسول الله ترا بگو اشهد ان محمد رسول الله. ما صلی الله علیه و سلم میگیم صلوات میفرستیم. اول باید کلمه شهادت بگوی بعد وقت شد بعد بگو صلی الله علیه و سلم. وقتی معزین میگه حی علی الصلاح شنونده بگه که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. معزین وقتی میگه حی علی الفلاح بگه که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اگر چند در کتابای فقهی ما همینجا ماشاءالله کان و ما لم یشاء لم یکن اومده است، نه که این متن حدیث هم گفته است. حدیثی را که در صحیح امام مسلم اومده بر روایت حضرت عمر که همون لا حول ولا قوة حدش نمیگه و میگه ثم قال الله اکبر وقتی گفت الله اکبر این را میگه لا اله الا الله را میگه بر اوش واجب میشود شفاعت من فرد روز قیامت. از آن شعار اسلام شعار دین همین قدر درجهش بلندی هست که یک نفر در مسجد مثلا اگر قرآن میخونده باشه آواز معزین که شنید قرآن ما نبود اول معزین جواب بگه معزین جواب بگه دعای بعدی از آن شب بکنه با قرآن شب بگیره ادامه بکنه. در وقت قرآن سخن گفتن مکروه تحریمی است زیرا که نهی صریح صحیح خداوند اومده است. خداوند امر میکنه بنده باشه فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وقتی که قرآن تلاوت میشوه گوش به اندازه خاموش باشه. وقتی تلاوت قرآن وقتی گپزنی نیست. از زمانی که همین آیه قرآن نازل شد دیگر در وقت یعنی امر به معروف و نهی از منکر هم گپ زدن حرام اعلان شد. دیگر در وقت خطبه روز جمعه هم گپ زدن حرام ممکن نیست. برای که خدای تعالی میگه که وقتی قرآن تلاوت میشود گوش به اندازه خاموش باشه. انصتو را گوش کن خاموش باش. گر زبان حق نگشتی گوش باش. همون کسی که در وقت از اون گفتن یا در وقت قرآن خوندن گپ میزنه در جان خودش جو میکنه. عملش عملی مکروه. خدا نگه داره که فرد روز قیامت با قرآن خصمش نخیزه. سوم حکمش وزن نیست. اگر ما بودم مثلا کسی رفته است وقتی شنیدن از اون ای حرکتش باز نیسته وقتی تلاوت قرآن ای حرکتش باز نیسته با که ندونه اما گپ زدن در همین مورد مکروه تحریمه باید گپ بزنه. اصلا از موضوع ایسو میخوره که در روز همون السلام علیکم و علیکم السلام مکروه مکروه. بله داخل مسجد چی دارن؟ بله مسجد سلام شدم سلامی که السلام علیکم و رحمت الله در همونجا تو قصد میکنی بشر ملکه. اگر امام کدوم طرفی باشه امام قصد میکنی همون سلام گفتن مسجد اصلا همین هست. اون سلامی که مثلا در این مسجد بعضی میدرویان السلام علیکم و رحمت الله این کراهیت داره. برای که در مسجد بعضی نماز خونده استیان بعضی قرآن خونده استیان شاید جای صحبت از حلال حرام رفته است دقت همه را به سوی خود جلب میکنه و جواب گفتنش هم واجب نمیشه در ذمه کسی. در وقتی از برآمدن مسجد بهترش سلام میکنه. اما سلام مقصد خیلی نماز خونده ولی در داخلی همون خونه خور ما یا عادت داریم بعد خصوصا بعدی بندار همطوری کروب میستیم سلام میکنیم. همین این علی قاری هیروی خدمه مکروه بدعت میگه بدعت مکروه همین بدعت است بدعت مکروه کراهیت داره میگه اگر عادت کردن ای خونه خوب روی در صحن مسجد بیرون ای در مسجد مرحمت کسی ندید سلام علیک کردن بگید همون داخل مسجد هم طوری کروب ایستاده و سلام کردن همین بدعت گفتیم بدعت مکروه. این هم در کتاب مرقات شرح مشکات المصابیح اومده است هم در کتاب فتح الملهم
صحیح مسلم شبیر احمد عثمانی و مفتی تقی عثمانی شرح نوشته که در مذهب حنفی همین کار کراهیت داره. چی برسه به اینکه ابتدای اومدن از در مسجد اومدن اوز بلند کتی السلام علیکم و رحمت الله. سنتی است که وقتی از در مسجد میدروی دعایی را که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما را میراث مونده است بگیم که میگوی اللهم افتح لی ابواب رحمتک و صلات و سلام علی حبیبک محمد صلی الله علیه و سلم. اینایی را باید بگوییم. خدا در رحمت برای ما باز که ما مهمانی تو هستیم، به خانه تو اومدیم. پروردگار دعا و درود ما را بر محمد صلی الله علیه و سلم بفرست. امروز جمعه اینا برای درود و دعا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین روزها است. در سنن امام نسائی بر روایت از اوس بن اوس رضی الله تعالی عنه صحابی پیغمبر اومده است. حضرت میگه این من افضل ایامکم یوم الجمعه، بیشک بهترین روزهای شما روز جمعه است. فیه نفخه و فیه صعقه، در همین روز قیامت قایم می شود. در همین روز خدای تعالی همه را مثلا میمینونه، همه را با اکثری نو زنده میکنه. فیه خلق آدم علیه السلام، در همین روز جمعه خدای تعالی آدم علیه السلام را داخل جنت کرده است. بعد حضرت گفت فاکثروا علی من صلاتکم فی هذا الیوم، در همین روز بر من صلوات زیادترک بفرستید. فضیلت چه ببینید چقدر بلنده. ولی سوال میتن که دنیا بعضی‌ها میگن که در روز جمعه همدیگر را تبریک تهنیت گفتن بدعت است. بدعت چرا میگن در شریعت؟ چیزی را که اصل نداره. من لا اصل له. حضرت گفت من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی در دین ما در شریعت ما چیزی را وارد میکنه که از این دین نیست، او مردود است. همین را شرح میکنن شارح‌های بزرگ ما، از جمله اینا بدرالدین عینی صاحب شرح صحیح بخاری عمدة القاری که یکی از بزرگترین شرح‌های بخاری است. یعنی میگه ایلا اصل له، چیزی که اصل نداره، اما هر چیزی که در شریعت اصل داره او را بدعت گفته نمیشود. لااقل بدعت مستقبحش گفته نمیشود، بدعت مقصد که مکروه و خبیثه. صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همدیگه را به عید تبریک میکردند. به عید رمضان، به عید اضحی، عید قربان تبریک میکردند. از حدیث از نص صریح شرعی برمیآید که روز جمعه فضیلت مرتبهش از روز عید بالاتر میست. در قرآن یک سوره مخصوص سوره جمعه با نام سوره جمعه اومده است. در یکی از آیات‌های این سوره خدای تعالی امر کرده است یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. ای کسایی که دعوای ایمانداری میکنه به خدا و روز قیامت، وقتی که روز جمعه صدای از اون شنیده همه کارباری دنیا را ترک کنه، شتاب کنه به سوی نماز، تجارت کارات را بس کنه. این قدر مرتبه و منزله داشته است. عید فقرای مسلمان بده است. حتی در بعضی آثار اومده است میگه حج فقرای مسلمان روز جمعه. و برای پیغمبر گفت که مثلا مهاجر کسی که تیستر و پیشتر میاد در روز جمعه، مثلا شخصی را میمونه که در راه خدا شتر قربانی کرده است. او طایفای دیگه که میآیند، یعنی تو خارج شدن امام به سوی منبر، مثلا اونو مثلا شخصی را میمونه که گاو کشته باشه در راه خدا. او کسایی که دیرترک میکنن ثواب گوسپندکش هم میآورند. کسایی از اونا دیرتر میکردگی ثواب مرغ کش هم میآورند. که این مرغ دیگه قربانی نیست، دیگه به هر حال ثواب میداره. بعد او طایفه که پیش از همین اومدن امام اسپید میکنن میدروین و ثواب صدقه تخم میآورند. اما وقتی که امام بالای منبر میبروید میگه تو صحفهم، ملائکه ها کتابا را میپوشونند. فقط ثواب نماز جمعه را مییابی بود، اما ثواب شتاب کردن سعی کردن به سوی نماز در نمییابی. از همین خاطر در بعضی آثار اومده است را حج فقرا میگن. چرا تبریک کردن به همین خیر روزی بزرگ همدیگه را بدعت بوده است. کسایی همین دعوا را میکنن خچون مبتدی، اما آدم‌ها خچون مبتدی اند. عقل فراست که نباشد در شوخ میشینی و شوخ حرام میکنی. حضرت گفت از بس که روز جمعه بزرگترین روزهای فاکثروا علی من صلاتکم فی هذا الیوم،
در همین روز بر من صلوات بیشتر از زیادتر بفرستید تکم تعرضوا علیه، زیرا همون دعا و درود شما در نزد من عرض کرده میشود و من میارن میرسونمش. طریق رسوندن به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی نوعه؟ حضرت میگه من صلی علیه عند قبر سمعت و من صلی علیه نائیا ابلغت. کسی در پیش قبرم بر من صلوات بفرسته میشنومش، اما کسی از دور صلوات میفرسته به من آورده رسانده میشود. ایرا امام بیهقی در سنن الکبراش آورد.